أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کسی در حضور حضرت نشسته بود و گفت استغفر الله. حضرت ناراحت شدند، مثل این که طرف رو میشناختند که این زبونی دارد میگه استغفر الله و الا باطنا نمیخواد توبه کنه. حضرت فرمودند که سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه، تقریبا نفرینه. اتدری مل استغفار، میدونی استغفار واقعی کدومه؟ به زبون تو بخوای بگوی استغفر الله و همونی که بوده باشی، چه فایده ای داره؟ فرمود که ول استغفارو درجة العلیین و هو اسم واقع علی ستة معانه. فرمود که استغفار یعنی طلب آمرزش از خدا یه مقام خیلی والایی داره و به 6 چیز میگن استغفار. یکی فرمود اولها ندم، پشیمانی نسبت به گذشته ها، این مرحله اول استغفاره. و ندم علی ما مضی و ثانی العزم علی ترک العود الیه. مرحله دوم این که آدمی که استغفار میکنه باید تصمیم داشته باشه که دیگه بعد از این اون معصیت‌های گذشته رو تکرار نکنه. این مرحله دوم. مرحله سوم و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله املس لیس علیک تبعه. حالا اگه کسی شب قدر رفته تو مسجد، صیغه توبه رو میخوند، استغفارم میکنه، الهی العفو میگه، اما حق مردمم خوردس نمیده، هر کاریشم میکنن، خلاصه این به قول معروف جوری شده است که دیگه خورده خاطر دارد مال مردم ها. این استغفار که میکنه این استغفارش قبول میشه. کسی که تا گردنش زیر بار حق الناسه، خب چه فایده ای داره؟ فرمود مرحله سومش اینه که ادا کنه اون به انسانها و به مخلوقین حقوقشون را که وقتی خدا رو ملاقات میکنه دیگه چیزی بر عهده و ذمه‌اش نباشه. بنابراین حالا اگر هزاری هم استغفار بکند و حقوق مردم برگردنش باشد فایده ای نداره. چهارم فرمود که بله ان تعمد الی فریضة علیک ضیعتها فتؤدی حقها. اگر کسی حق الله بر ذمشه، نماز نخونده یا نمازشو ضایع کرده، باید غذاشو به جا بیاره، نمیاره. روزه نگرفته، باید کفارش بدید و یا غذاشو به انجام بدید، نمیده. خلاصه اینا رو بی‌اعتنایی میکنه. این استغفار به چه دردش میخوره؟ وقتی استغفاره که این حقی از خدا به گردنش نباشه، همینطور که حقی از مردم هم باید به گردنش نباشه. پنجم فرمود ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق جلد بالعظم. اگر کسی از راه حرام ارتزاق کرده و گوشت آورده بدنش، میباد اون وقتی که میخواد استغفار کنه اینقدر خلاصه مشکلات براش پیش بیاد
که این گوشتایی که از راه حرام به بدنش رویده شده تمام اینا ذوب بشه و پوستش بشه استخونش بچسبه، یعنی گوشتای حرام تو بدنش دیگه نمونه. عرض شود حضورتون که و گوشت تازه بیاره. ششم، ان تزیغ جسم علم طاعه کما ازقت و حلاوت المعصیه. مرحله آخریش اینه که این آدم همینطوری که لذت گناه را درک کرده برگرده و تلخی و مشکلات اطاعت خدا را هم تحمل کنه. هی غذای حرام خورده حالا هی روزه بگیره مثلا، و این جبران بکنه گناهان خودش را با اطاعت هایی که تازه انجام میده. این اگر استغفار کرد وقت اشکالی نداره، پذیرفته میشه. فعند ذالک تقول استغفر الله. اگر این همه این کارا رو کرد و گفت استغفر الله، استغفارش بجاست. اما اگر حضورتون عرض کنم که پشیمان از گذشته ها نیست، تصمیم نسبت به آینده ها نداره، حق الناس به گردنشه، حق خدا به گردنشه، نه نمیخوادم تلخی عبادت ها رو درک و لمس بکنه، خب این استغفارش فایده ای نداره، استغفار جدی نیست. صلوات خط کنید.